ثالثا يشترط في كل من العاقدين أن يكون مالكا للمعقود عليه أو قائما مقام مالكه. یکی از شرط ها در خریدار و فروشنده این است که آن مالی که می فروشد یا می خرد صاحبی آن مال باشد یا اینکه قائم مقام مالک باشد، یعنی وکیل صاحب مال باشد، یعنی مالی از آن دیگر کس را نفروشد. لقول النبی صلی الله علیه وسلم لحکیم ابن حزام لا تبع ما لیس عندك. پیامبر صلی الله علیه وسلم به حکیم ابن حزام گفتند نفروش آن چیزی که مال تو نیست. مال بیگانه ها را نفروش، مال کس نفروش، مال دولت نفروش، از آن تو نیست. لا تبع ما لیس عندك، نفروش آن چیزی که مالک نیستی. رواه ابن ماجه و ترمذی و صححه. این حدیث را هم ابن ماجه روایت کردن، هم امام ترمذی روایت کردن و حکمی صحیح دادن به حدیث، یعنی امام ترمذی. ای لا تبع ما لیس فی ملکک من الاعیان، نفروش آن چیزی که در مالکیت تو نیست، آن چیزهای عین را، یعنی یک چیز عین که مالکیتی تو نیست نفروش. یعنی خلاصه مالی که از آن شما نیست اون حق ندارید فروشید. و انه باطل و این عقد باطل است. هستن شخصانی که مال کس را می فروشند، خواه دزدی هست، خواه غصب کرده هست،